شخصهای با عقل در دنیا این دنیا را طلاق داده بودند. چه خیلی که در یک روایت ابن ابی دنیا رحمت الله علیهم آوردند که حضرت عیسی علیه السلام برایشان دنیا نشان داده شد. یعنی دنیا یعنی که در یک صورت پیرزنی بیدندان که دهانش سرخ است، سراش کال است، پوستهاش پژمرده است، ولیکن علیها من کل زینه، تمام زینت داده شده است. علل خصوص در زمانه امروزه می شود یک پیرزنی بیدندان گرفت، دندانهای صنعی شناند، می شود برای او یک نوع کسمتیکه ها کرد و برای او پریک و موی ها شنانده شود و لباس های قیمت بها و او را آرایش های بهترین و قیمت بهاترین داده مانند یک عروس دختر نشان دادن ممکن است. لیکن اصلا او یک زنی هست که دندان ندارد، پیرزن است. دنیا در همین صورت به حضرت عیسی علیه السلام نشان داده شده است. بعد حضرت عیسی علیه السلام گفتند که کم تزوجتی، چقدر خانه‌دار شدی؟ گفتن یعنی چند شوهر کردی؟ گفت که لا احصیهم، عدد آنها را نمیدانم. گفت یعنی عدد شوهرانم را نمیدانم، یعنی آنهایی که به من عاشق شدند در این دنیا. یعنی دنیا گفته عیسی است، دنیا، کسانی که دنیا را دوست می‌دارند واقعا عددش را دنیا نمیداند چند نفر هستند. همه دوستدار دنیا است الا من رحم الله، غیر آنهایی که الله آنها را مهربانی کرده است و قدر دنیا را دانستند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لو كانت الدنيا يزن عند الله جناح بعوضه ما سقى کافرا شربة ماء. چه خیلی که در سنن ترمذی است، اگر دنیا در نزد الله تعالی به قدر قنات پشه خاموشک وزن و قیمت می داشت، برای کافر یک قلاب نمی داد الله تعالی. برای کافر میلیارد داد است. دلالت میکنه که دنیا در نزد الله تعالی قیمت ندارد، قدر ندارد. اگر می داشت نمی داد برای آنها. خلاصه حضرت عیسی علیه السلام گفتن که چند نفر خانه‌دار شدی؟ گفت که نمیدانم. بعد پرسیدن که کلهم مات عنکی او کلهم طلقکی، او شوهرهایت تو را طلاق داد یا مرد؟ یعنی زن در دو حالت از شوهرش جدا میشد، یا شوهرش میمرد سپس با یک کسی دیگه شوهر میکنه، یا شوهرش طلاق میتید. یعنی دو سبب است. گفتن که شوهرهایت از تو وفات کرد یا شوهرهایت تو را طلاق داد. جواب غیر منتظر، یعنی نه هر دوی این. گفت که بل کلهم قتلتو، من همه شوهرامو به قتل رسانیدم. گفت یعنی یگان شوهرش خودش نگذشته است، بلکه این پیرزن همه آنها را کشته است. و حضرت عیسی گفتن که بؤسا لازواجک الباقین الم یعتبرون بازواجک الماضین، وای بر حال این شوهرهایی که بعد این که دانستن که تو اینقدر شوهرات به قتل رسانیدی، با توی خانه‌دار شدن دیده و دانسته. یعنی این شوهرهایی که بعد به تو خانه‌دار شدن بسیار شخصیت‌های بی‌عقل بودند که مقصد عبرت نگرفتن از پیشینه تو. واقعا این تمثیل است، مثال دنیا هست.